تراکتور توی لیگ هوادارا خواهد موند. مشکل سکو حل خواهد شد. من قول نمیدم خواهد موند. من قول نمیدم. من تضمین نگیرم. مشکل سکو ان شاء الله حل میشه. نه من تضمین نگیرم. بذارید آرزو میکنیم. من خودم تراکتور بمونم. من نیستم. بیان تحویلش بدن. هوادار کلان گفتید هوادارم قدرت هوادارم. هواداری که به تحمل پشت خوردن به اصطلاح هواداری که میتونه تیمش بکشه از لیگ بیرون. شهریای خودش رو نداره. آقا من اینا رو شوخی میکنم شما بخندین آخرش هم بخندین. به قرآن یه دونه الکی برای ما بخندید. آخر برنامه یه دونه الکی برای من بخندید. برای من نمیتونید. میخوای گریه کنم ولی نمیتونم بخندم. آقا الان بغضتون گرفت. آره. منقلب شد. نه این کار نکن. پسه. این کار نه. من می‌خواستم هم شهریامو هم زبان‌های خودمو خوشحال کنم. الان دارم می‌بینم که به سمتی دارم می‌برم که اینا راحت بشن. اینا مقصر نیستن. یک سری که دارن این فوتبال رو مدیریت می‌کنن مقصر نیستن.